پیامبر روز دوشنبه وارد قبا شد و در خانه شخصی به اسم کلثوم ابن حدن اقامت گزید. روز دوشنبه کلنگ اولین مسجد در اسلام با دست مبارکش زد. دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه صبح جمعه خارج شد. اولین مسجد در اسلام با دست مبارکش مسجد قبا که هر کسی در اونجا 2 رکعت نماز بخونه ثواب یک عمره دارد، حج عمره دارد. و بعد حرکت کرد در مسیر راه به جمعه برخورد. اولین نماز جمعه رو در اسلام خوندن. اونهایی که مدینه رفتن، بین قبا و مدینه مسجد کوچیکی قبلا بود، الان توسعه دادن، معروف به مسجد جمعه. و بعد در مسیر راهش می رفتن، قبایل می آمدن زمام شترش رو می گرفتن، یا رسول الله مهمان ما باش، این شرف نصیبشون بشه. و این شرف نصیب ما شده که از امتشیم. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. آیا در زمان اون حضرت بودیم؟ همراهش بودیم؟ اما این شرف نصیب ما و شما شده که از امتش باشیم. ندیده عاشقش شدیم، دینشو برگزیدیم. هی میگفت که این شتر رو رها بکنید که خودش مأموره، دعوها فانها مأموره. راهشو بلده، کجا باید اونجا گردن بنهه خودش بلده. تا رسید به محلی در یثرب بهش میگفتن مربد، حصاری بود که خرما رو اونجا خشک میکردن، ملک 2 یتیم بود. اونجا شتر حد و حدود مسجد رو مشخص کرد، پیامبر پیاده نشد. بعد شتر زانو زد، پیامبر پیاده نشد، دوباره بلند شد، دوباره چارچوب و حد و حدود مسجد رو جانمایی کرد. خود شتر دعوها فانها مأموره، این مأمور جاش بلده. بعد بار دوم دیگه شتر زانو زد و گردن نهاد، پیامبر پیاده شد صلی الله علیه وسلم و اونجا محل مسجد پیامبر شد، مسجد النبی، دومین مسجد در اسلام که یک نماز فرض اونجا معادل 1000 نمازه. اهل مدینه هر کسی دست پیامبر رو گرفته بود که مهمان ما باش. ابو ایوب انصاری خیلی زیرک بود، خدا بهش الهام کرد که مردم دست پیامبر رو گرفتن، همه به زور میکشن که مهمانش باشه. این رفت اساسیه پیامبر از روی شتر گرفت، تو خونش گذاشت. آدم باید بعضی جاها دیگه این ذهنش کار بکنه، همیشه این فرصت ها گیر نمیاد. بعد پیامبر دید که خیلی ازدحامه، نگاه کرد به شترش، دید که اساسیش رو شتر نیست. گفت من مهمان کسی هم که اساسی من و شترم پیش اونه. ابو ایوب انصاری دست بلند کرد، پیش من یا رسول الله. گفت من مهمان شما. قبل از اینکه استراحت بکنن، شالوده دومین مسجد در اسلام رو بنا کردن با دست مبارکشون. همه دست به هر دست هم دادن، انصار و مهاجر. 3 کار بزرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که به مدینه یثرب وارد شد انجام داد. یکی خانه خدا رو چه بنا کرد برای تقویت رابطه بندگان خدا با خدا. این خانه وصله، مساجد خداوند، خانه های خدا در روی زمین، خانه های وصله، خانه های امیده،
خانه های آرامش، خیلی وقتا تو خانه خودمونم آرامش نداریم، ولی وقتی وارد خانه خدا میشویم آرام میگیریم. وقتی پریشان میشویم پناه میبریم به خانه خدا، اونجا آرام میگیریم. همه دست به دست هم دادن، خانه خدا رو شروع کردن و پیامبر عظیم الشأن اسلام اونقدر تواضع داشت و نیاز خودش رو تو این خانه میدونست. نگفت من بزرگ قومم، من رهبرم، من بزرگم، من فقط دستور میدم، اینا رعیتن، اینا باید کار بکنن. پیامبر رفته بود خشتی رو کورش گذاشته بود و این رجز رو به اونهایی که مسجد کار میکردن یاد داده بود که وقتی مسجد رو کار میکنید این رجز خوانی بکنید. اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. خدایا هیچ زندگی نیست مگر زندگی آخرت، پس بیامرز انصار و مهاجرت.